سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 مای تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. رئیس فسب از بازداشت بیش از 20 متهم در حمله خونین کروکوس خبر داد. همچون مالکیت بی‌صاحب در ظفرآباد حوله دادن سخنگوی اپوزیسیا را دولتی کردند. رئیس جماعت یزگولم بازداشت 12 ساکن را تصدیق کرد. مردم میگویند از افغانستان مهمانها آمده بودند. زنده به زنده سوختند. مرگ فاجعه‌ای 8 مهاجر در جای خوبشان در ولایت مسکو. ابلاغ تمام شد. نقشه دعوت به ارتش در تاجیکستان 100% اجرا شد. و اکنون تفصیلات خبرها. رهبر فسب روسیه الکساندر بورتنیکوف روز 24 مای سال 2024 در نشست سران نیازهای امنیتی کشورهای اسنگ در بشکک گفت در رابطه به حمله خونین در طول کنسرت‌های کروکوس سیتی هال علاکه بیش از 20 نفر با شمول حملگران و همدستان آنها دستگیر گردیده. همچنین معین کرده شد که هماهنگسازان این حمله از گروه تندرو ولایت خراسان دویش بوده از قلمرو افغانستان و پاکستان عمل می‌کردند. در حال حاضر ما تمام دایره‌های دخیل در این حمله مدهش را معین کرده ایستاده‌ایم. علاکه بیش از 20 نفر از جمله عاملان بی‌واسطه حمله و شریکان آنها دستگیر شدند. اظهار داشت بورتنیکوف. او تاکید کرد که یک هدف فرمایشگران حمله تروریستی لطمه زدن بر روابط کشورهای اسنگ با کمک عامل‌های دینی و ملی بود. رهبر فسب همچنین خبر داد که عمل‌های تروریست‌ها را اعضای گروه تندرو ولایت خراسان شاخه شرقی سازمان تروریستی دویش هماهنگ می‌کردند. بورتنیکوف در این رابطه گفت معین کرده شد که کارهای تیاری، مبلغ گذاری، حمله و راه‌های فرار تروریست‌ها را توسط اینترنت اعضای گروه ولایت خراسان که در منطقه افغانستان و پاکستان قرار داشتند هماهنگ می‌ساختند. 2 نفر از 4 اشتراکچی حمله قبل از انجام حمله از ترکیه به روسیه آمده بودند. منظور او غالبا فریدون شمس‌الدین و سید اکرم رجب زاده 2 تن از 4 متهم اساسی بود که در پایان ماه ژانویه سال 2024 با 2 پرواز مختلف از مسکو به استانبول رفته در اول ماه مارس این دفعه در یک هواپیما به مسکو برگشتند. باور می‌رود که آنها به ترکیه یا از طریق آن کشور برای تمرین به یگان اردوگاه دویش رفته بودند. بورتنیکوف در سخنرانیش بار دیگر اوکراین را در حمله کروکوس عیبدار کرده گفت هرچند تفتیشات هنوز ادامه دارد ولی میتوان با اطمینان گفت که مقامات جاسوسی ارتش اوکراین در این حمله خونین دست دارند. بورتنیکوف در این رابطه به این تاکید کرد که تروریست‌ها بعد انجام حمله دستور مشخص گرفتند که به طرف مرز اوکراین حرکت کنند چون که در آنجا برای آنها رفزنه گشودند. بورتنیکوف برای اثبات ایز اوکراین دلیل دیگری نآورد. تنها اظهار داشت که میخواهم همه را اطمینان بدهم که تمام جزئیات این جنایت یگان نفر در آن دست داشته از جوابگری فرار کردن نمیتواند. رهبران روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین در پی حمله کروکوس پیوسته درباره نقش داشتن اوکراین حرف میزند ولی در این باره یگان دلیل نمیارند. تنها دلیل آنها پاره‌های از آن بیانات 4 متهم اساسی است که معلوم نیست که در چه شرایطی ثبت شدند. اوکراین دست داشتن در این حمله را قطعاً رد میکند. یادآور میشویم شام 22 مارس سال 2022 افراد مسلح قبل از کنسرت گروه موسیقی راک پیکنیک وارد تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در کراسنگور شدند. ازدحام را تیرباران کردند. این حمله 145 کشته به جا گذاشت. بر اثر این تیرباران 40 نفر کشته شده، 105 نفر دیگر در سوختاری که بنا را فرا گرفت جان خود را از دست دادند. مقامات روسیه میگویند همه 4 نفر مسلحی که وارد بنا شدند و مردم را تیرباران کردند از تاجیکستانند. این 4 نفر را علاکه روز دیگر حمله 23 مارس در حدود ولایت بریانسک 400 کیلومتر دورتر از تالار کروکوس دستگیر کردند. ماموران امنیت تاجیکستان زیاده از 30 ساکن جماعت یزگولم نویه ونج را دستگیر کرده اما هیچ شرحی ندادند. به اطلاع دریافتی بازداشت آنها روز 16 مای صورت گرفته به آمادگی به خرابکاری گمانبر می شوند. در همان شب و روز مرزبان‌های تاجیکستان سفر ساکنان جمهوری و خارجیان را
به منطقه‌های سرحدی از جمله به ولایت مختار کوهستان بدخشان محدود کردند. مصنف میمونوف رئیس جماعت یزگولم روز 23 می به رادیوی آزادی گفت 12 ساکن دهه ژمک برای بازپرسی به شهر دوشنبه برده شدند. او با بهانه آنکه قضیه مخفی است و آن را نمایندگان کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تحقیق دارند تفصیلات نداد. با گذشت یک هفته از این حادثه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قضیه را به طور رسمی شرح نداده است. معلوم نیست که انگیزه اصلی چیست. رسانه‌های پامیر اینساید و ازدا تیوی روز 22 می با تکیه به منبع‌های خود درباره بازداشت کمش 35 ساکن دهه ژمک و اندربک یزگولم گزارش دادند. پامیر اینساید روز 23 می نیز با تکیه به یک منبعش در نهادهای امنیتی تاجیکستان انگیزه عملیات ویژه را معرکه گسترده ضد حجاب و روسری پیوند داد. آن جوانانی که می توانستند برای رید مشکل ایجاد کنند پیش بازداشت شدند. چندین منصوبات رادیو آزادی در جماعت یزگولم بازداشت ساکنان را به آوازه ها درباره گویا وارد شدن گروه از افغانستان ربط دادند. رادیو آزادی حقیقت یا تن آوازه بودن مسئله را از رئیس جماعت یزگولم نویه ونج پرسید. منصف میمونوف وجود آوازه ها را تصدیق کرد، اما درباره آنکه آیا واقعا گروه از افغانستان به حدود تاجیکستان گذشته است یا نه پاسخ نداد. آدینشا مرززاده رئیس نویه ونج روز 23 می گفت واقعا چند پیش مقامات با مردم یزگولم ملاقات و سوال و جواب کردند. مسئله عبور چند تن از افغانستان یکی از سالهایی بود که مقامات در میان گذاشته بودند. حالا وضع آرام است و پرسش و تعقیب جای ندارد افزود. یک سال پیش 26 اپریل سال 2023 در موضع دشت یزگولم نویه ونج دو عضو جماعت انصارالله که از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان وارد گردیده بودند کشته شدند. مرزبان‌های تاجیکستان روز 7 می از شهروندان جمهوری و خارجیان خواستند که به شناسنامه یا سندهای دیگر تصدیق کننده هویت به منطقه‌های سرحدی در ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان نروند. این دو ولایت در سرحد با افغانستان جایگیر است. مقامات سبب را به وضع منطقه و جهان و کوشش سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی برای غیر قانونی گذشتن سرحد دولتی و عملهای ضد بشری تروریستی در نقطه‌های گوناگون سیاره از جمله در تاجیکستان ربط دادند. معلوم نیست که این بیانیه نیروهای مرزبانی تاجیکستان تا کدام اندازه به بازداشت‌ها در یزگولم ربط دارد. سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در حدود جمهوری فعلا ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک میگوید مقامات نویه ظفرآباد ولایت سوخت قطعه زمینی را که دادر او حلیم میسابایف هنوز سال 2008 در آن خانه ساخته بود دولتی کردند و حالا توسط دادگاه طلب دارند که دادر او همراه زن و دو فرزندش آن خانه را خالی کنند. در عریضه دعواگویی که از نام مقامات اجرایی نویه ظفرآباد و با امضای رئیس نویه ظفر اسماعیل زاده به عنوان رئیس دادگاه ظفرآباد نوشته شده است تاکید شده است که اهل عائله حلیم میسابایف باید از آن خانه دعواگی به دادن دیگر منزل استقامتی کوچانده شوند. سلیم سلطانزاده روز 23 می سال 2024 در صحبت با پایگاه خبری بامداد قرار دولتی کردن خانه برادر خورده‌اش را سیاسی و انتقام مقامات برای فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیونیش نامید. در نامه رئیس نویه ظفرآباد به دادگاه گفته می شود که در حقیقت با قرار رئیس جماعت شهرک ظفرآباد از 6 یونیو سال 2008 تحت رقم 58 قطعه زمین منزل استقامتی واقع در دهه لوگین به نام شهروند ایسابایف سلیم داده شده، ولی در اساس اعتراضات داستانی نویه بنا به غیر قانونی بودنش بازم با قرار دیگر رئیس جماعت شهرک ظفرآباد از 4 می سال 2024 تحت رقم 06 آن قرار قبلی بیکار کرده شد. رئیس نویه در نامش نوشته است که در آن قطعه زمین به سلیم ایسابایف جدا شده گویا از طرف شخص نامعلوم منزل استقامتی ساخته شده است و از این سبب در اساس امر رئیس نویه از 15 می سال 2024 تحت رقم 28 این خانه بی رقم در دهه لوگین همچون مالکیت بی‌صاحب و غیر قانونی ساخته شده دولتی کرده شد. رئیس نویه می نویسد که فعلا در آن خانه جوابگران حلیم میسابایف با همسرش سیاحت سعید و دو فرزندانش فردوس و دردانخون نوبالغ زندگی دارند که هرچند از طرف مقامات نویه یکچند مرتبه آگاه کرده شدند که آن خانه را خالی کنند، ولی آنها سرکشی کرده استودند که مجبور شدیم به سود مراجعت نماییم. سلیم سلطانزاده روز 23 می در صحبت با بامداد گفت که در حقیقت آن قطعه زمین را
به او داده بودند، ولی از بس که او همراه مادرش میزیست اون قطعه زمین را به دادرش داد و با پولی که دادرش حلیم از مهاجرت کوری میفرستاد در آنجا برایش خانه ساختند. اون خانه را نه یگان شخص نامعلوم بلکه با پول حلال با عذاب در روسیه کار کرده دادرم ساخته بودیم. از بس که در رسم و رسوم مردم تاجیک بین برادران قانونبازی نیست، ما فکر نکردیم که زمین رو رسما به نامش کنیم. بعدی که من از تاجیکستان رفتم دادرم خواسته بود که اون زمین و خانه رو به نام خودش گرداند، ولی مقامات گفتند که برای عوض کردن صاحب ملک باید برادرتون خودش بیاید نقل کرد سخنگوی پیمان ملی. به ضد سلیم سلطانزاده برای فعالیت‌های اپوزیسیونیش در تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند و طبیعی است که او به ظفرآباد رفته زمین را به نام دیگر کس کرده نمیتوانست. سلیم سلطانزاده گفت که این در حالی است که دادرش حلیم صابویف 16 سال بدون یگان مشکل در همان خانه زندگی کرده بود. سلیم سلطانزاده که سال 2016 در اروپا به سر میبرد، ماه مارت نیز از آن شکایت کرده بود که دو برادرش حلیم جان صابویف ساکن دهه لوگین نویه ظفرآباد و علیشیر صابویف ساکن مرکز این نویه را روز 17 و 18 مارت به شعبه امنیت ملی این نویه دعوت کرده تهدید کردند که اگر برادرشان در اروپا در تظاهرات ضد سفر نوبتی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به اروپا اشتراک کند، سیم برق خانه هر دوی آنها را خواهند برید. حامیان حقوق پیوسته حکومت تاجیکستان را برای فشار و تعقیب خویشاوندان مخالفین سیاسیش به باد انتقاد میکشند و طلب میکنند که از چنین شیوه برخورد دست بردارند. در دوشنبه به این دعوتها یگان پاسخ و اهمیت هم نمیدهند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. ساعت تقریبا 4 صبح 23 ماه سال 2024 در یک هاستل در حدود جماعت باغداران سنیگیر در دهه پتکووا در کنار شهر ایستر ولایت مسکو واقع در فاصله های همگی 25 کیلومتر از کناره‌های غربی پایتخت روسیه به کامی آتش رفت. این هاستل یا مهمانخانه ارزان جای خواب مهاجران از ازبکستان و ترکمنستان بود. سوختار ساعت رخ داد که مهاجران مست خواب بودند و 8 نفرشان زنده به زنده سوختند. از این آفت تنها یک زن که خود را از تریزه به بیرون هوا داد جان به سلامت برد. این جوان زن را واسه به مغز سر، استخوان‌های شکسته کتف و شانه و ضرور شوی از دود آتش در بیمارستان ایستر بستری کردند. تلفن و سندهای او به کام آتش رفته است. بنا به یک فرضیه سبب سوختار نقصان دستگاه‌های برقی گرمیده‌ای است که در کمین آن هاستل نصب کرده بودند. گفته می شود دود سوختار سبب مرگش مهاجر شده است. طور معین کرده شد بنای مهمانخانه به ایلنا نام زن 39 ساله تعلق داشته است. ایلنا این بنا را سال 2015 به میراث گرفته به شهروند 24 ساله ازبکستان مظفرخان میرتزایف به اجاره داده است. میرتزایف در نوبت خود در آنجا برای مهاجران هاستل گشوده جایهای خوبش را به شرکت‌های مردکاری می‌فروخت. در پی سوختار مرتزایف را دستگیر کردند. به او بر اساس قسم ماده 109 کودکس جنایتی روسیه برای از بی‌احتیاطی سبب مرگ بیش از 2 نفر شدن تا 4 سال زندان تهدید می‌کند. مظفرخان مرتزایف در جریان بازپرسیش خبر داد که به حالت روز 23 مای در هاستل 15 نفر زندگی می‌کردند. 13 شهروند ازبکستان و 2 نفر دیگر از ترکمنستان. هنگام سوختار 9 نفر آنها در داخل بنای آتش گرفته بودند. 6 نفر باقی مانده به احتمال غالب در بست شبانه کار میکردند و به این سبب از مرگ نجات یافتند. طور معلوم شد همه قربانیان سوختار در شرکت سودای اینترنتی اوزون کار میکردند. نیمه شب 23 ماه سال 2024 ساعت 02:16 به وقت سمر هواپیمای تمغه ایروبوس A321 شرکت هواپیمایی روسی اورالسکی اویلینی که از فرودگاه پولکوی شهر سنت پترزبورگ روسیه به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد به دلیل خروج بیماری یک مسافرش مجبور شد که پرواز خود را قطع کرده به طور تعجیلی در فرودگاه کرماش شهر سمر فرود بیاید. در این باره تلگرام کانال اوی اینسیدنت که حادثه‌های فوق‌العاده در فرودگاه‌ها و هنگام پروازها را پیگیری میکند خبر داد. بنا به اطلاع این کانال هواپیمای مسافرکش از پایتخت شمال روسیه
به پایتخت شمال تاجیکستان راسپور بود، ولی در نیمه پرواز وضع سلامتی یک مسافر بد شد و سرخلبان تصمیم گرفت که در یگان فرودگاه سر راه فرود بیاید. اوی اینسیدنت می نویسد که سرخلبان بانگ اضطراب تعجیلی یا حادثه ناخوش نزده است و تنها خواسته است که برابر رسیدن به نزد هواپیما ماشین یوری تعجیلی را با طبیبان بفرستند. گفته می شود که هواپیما بدون مشکل در کرماش نشست و مسافر بیمار را طبیبان پیشواز گرفتند. این هواپیما ساعت 05:36 دقیقه یعنی بعد 1.5 ساعت از اینجا به قصد خوجند دیگر باره به پرواز خیست. این منبع خبر داد که هواپیما این دفعه بدون یگان مشکل صبح 23 مای ساعت 09:07 دقیقه با 2 ساعت و 40 دقیقه تأخیر به فرودگاه خوجند رسید. قریبا ما درباره نشست‌های اضطراری هواپیماهایی که از شهرهای روسیه به تاجیکستان پرواز میکنند خبرها به گوش میرسد. در اکثر حالت‌ها هواپیماها به دلیل ناگهانی خروج کردن بیماری مسافرانشان پرواز خود را قطع میکنند. تاجیکستان خبر داد که الکی روز 22 مای سال 2024 نقشه دعوت بهاری شهروندان به صف قوه‌های مسلح جمهوری در ولایت‌ها و تمام شهر و ناحیه‌های کشور پیش از مهلت به انجام رسید. در چند سال آخر این بار اول است که وزارت مدافعه از اجرا شدن نقشه و آنم پیش از مهلت گزارش می‌دهد. پلکانیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافعه تاجیکستان در گزارش جنبستی‌اش گفت از 1 اپریل تا 22 مای سال 2024 نخستین ولایت مختار کوهستان بدخشان بعداً 4 ناحیه شهر دوشنبه، ولایت ختلان، شهر و ناحیه‌های توبه جمهوری و نهایتاً ولایت سوخت اوید به اجرای 100% نقشه دعوت جوان پسران به صف ارتش گزارش دادند. اما افزود سخنگوی وزارت مدافعه با وجود پیش از مهلت یعنی 100% اجرا شدن نقشه، فعالیت مقامات مسئول وابسته به این چاره‌بینی مهم سیاسی یا خود کمیسیه‌های دعوتی تا آخر ماه مای سال روان ادامه می‌یابد. او با مقصد بررسی مراجعت شهروندان را سبب تا پایان ماه ادامه یافتن فعالیت کمیسیه‌های دعوت نامید. پلکانیک فریدون محمدعلی زاده گفت جریان موسم بهاری به دلایل چون زیاد بودن شماره شهروندان اختیاری به خصوص مراجعت جوان پسران دارای معلومات عالی که خواهش شامل شدن به صف قوه‌های مسلح را دارند، تشکیل همکاری زیج با مردم و به نظر رسیدن مانع و مشکلات در سمت چاره‌بینی‌های دعوتی و گسیل شهروندان به خدمت حربی خوب ارزیابی می شود. ناظران نیز میگویند به فرق از موسم‌های قبلی در جریان موسم بهاری امساله شکایت‌ها درباره ابله یعنی مجبوراً از کوچه و بازارها داشتن و به کمیساریات‌های حربی بردن جوانان سن سال دعوتی تقریباً به گوش نمی رسید. ولی شکایت‌های زیادی به دست می رسد که برخی مسئولان پدر و مادران جوانان سن سال دعوتی را که در روسیه در مواجهت مهنتی قرار دارند دوله بستند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیر ماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.